بریم برای ادامه آموزش. این قسمت زبدر که شما کلیک کنید این صفحه طراحیتون بسته میشه و شما وارد صفحه هوم کنوا میشید. خب برای اینکه من فقط میز کار مخصوص به طراحی رو داشته باشم قسمت منو رو میبندم. این قسمت هم قسمت شیر هست. بعضی وقتا شما نیاز دارین که طراحیتون رو که انجام میدین با دوستانتون یا همکارانتون به اشتراک بذارید. برای این کار شما با داشتن حساب کاربری اون دوست یا همکارتون و وارد کردن اون حساب کاربری این قسمت میتونید دسترسی رو برای اون فعال کنید. فقط به شرط اینکه این قسمت شما anyone with the link رو فعال کرده باشید. یعنی هر کسی که شما این لینک طراحی رو در اختیارش قرار بدین میتونه دسترسی پیدا کنه به این طراحی. ولی وقتی که only you can access رو کلیک بکنی فقط دسترسی برای شما تعریف میشه. اینجا هم جایی هست که شما میتونید لینک رو کپی بکنید از طریق ایمیل، SMS و یا استفاده از هر کدوم از رسانه‌های اجتماعی لینک رو برای دوستتون و یا همکارتون بفرستید. اینجا قسمتی هست که شما میتونید طراحیتون رو دانلود بکنید. JPG در واقع برای این هست که به صورت عکس طراحیتون رو سیو میکنه. PNG هم همینطور. JPG در واقع یک فایل کوچیک هست ولی PNG کیفیت بالایی داره و برای استفاده از رسانه‌های اجتماعی بهتون پیشنهاد میکنم که حتما روی PNG کلیک بکنید. حالا اگه خواستید که فایلی که طراحی که انجام دادید و به صورت فایل PDF ذخیره بکنید این دو گزینه برای شما مناسب هست. یکی PDF استاندارد، یکی هم PDF پرینت. اگه فقط بخواید به صورت فایل باشه میتونید از PDF استاندارد استفاده کنید. در غیر این صورت اگه میخواین پرینتش رو بگیرید حتما این گزینه رو بزنید چرا که کیفیت بالاتری خواهد داشت. SVG هم برای طراحی سایت هست که همونطور که این علامت رو اینجا میبینید نشون دهنده این هست که فقط کسانی که حساب پرو داشته باشن میتونن از اون استفاده بکنن. حالا اگه طراحی شما به صورت ویدیو باشه و در واقع انیمیشن براش استفاده کرده باشید حتما روی MP4 ویدیو بزنید و حتی شما میتونید گیف های شخصی سازی شده هم با استفاده از کنوا برای خودتون بسازین و توی حالا کانالتون، پیجتون و یا هر کدوم از رسانه‌های اجتماعی که استفاده میکنید میتونید از این گیف ها به اشتراک بذارید که خیلی میتونه جالب باشه و کانالتون و پیجتون رو جذاب تر بکنه. این هم برای این هست که در واقع لینک رو به صورت عمومی منتشر بکنید. یه قابلیت جالب دیگه ای که کنوا داره این که وقتی شما طراحیتون تمام شد با کلیک روی اینستاگرام میتونید اون رو پست کنید. حالا اگه روی immediately پست بزنید همون لحظه پست رو منتشر میکنه ولی اگه روی schedule پست بزنید از شما میخواد که زمان رو وارد بکنید و شما با وارد کردن زمان و ساعتی که دوست دارید این طراحیتون منتشر بشه خود کنوا این کار رو براتون انجام میده. این قسمت هم روش‌های دیگه‌ای برای منتشر کردن طراحیتون هست که خیلی استفاده‌ای نداره. خب این قسمت رو توضیح دادیم. این قسمت هم جایی هست که شما طراحیتون رو به صورت فیلم میتونید ببینید. چون ما انیمیشن اضافه کرده بودیم الان شما میتونید فیلم طراحیتون رو ببینید. این قسمت هم کامنت هایی رو که ما داخل طراحیمون ایجاد کرده بودیم به همون نشون بده. من توی این ویدیویی که لینکش رو این بالا میذارم بهتون توضیح داده بودم که چجوری
ما بتونیم یک یادداشت کوتاه و یا کامنتی رو روی طراحیمون ایجاد بکنیم. لطفاً اون رو اگه نیاز داشتید حتما ببینید و از اینجا هم شما میتونید کامنت هایی که برای این طراحیتون نوشتید رو ببینید. این قسمت هم قسمت اینسایت هست که کلا نیاز به حساب پرو داره. اینجا هم شما میتونید باز هم دسترسی رو ایجاد بکنید برای کسانی که میخوان این طراحی رو ببینن. اینجا هم به ما میگه که شما میتونید حساب پرو رو برای 30 روز به صورت رایگان برای خودتون فعال بکنید. اگه میخواید بدونید که چجوری میتونیم حساب پرو رو برای خودمون فعال بکنیم لطفاً داخل کامنت ها حتما بهم بگید. اینجا هم جایی هست که ما میتونیم اسم برای طراحیمون در واقع تعریف بکنیم که من لاوکارت نوشتم و ترجیحاً اگه بعد از اسمی که انتخاب میکنید تاریخ هم بدید خیلی میتونه براتون کمک کننده باشه. و هر موقع بچه شما طراحی انجام میدید با کنوا لطفاً هر چند دقیقه یک بار مطمئن بشید که همه تغییراتی که ایجاد کردید سیو شده. وقتی موس رو روی این ابر قرار میدیم و نوشته باشه all changes saved یعنی هر چی تغییرات شما اعمال کردید اینجا سیو شده و مشکلی نداره. این قسمت ریدو و آندو هست که آندو به تغییر قبلی در واقع شیفت میده و ریدو به یک گام جلوتر ما رو میبره. الان این صفحه که شما اینجا میبینید روی حالت ادیتینگ هست، یعنی شما میتونید طراحی رو ادیت بکنید و تغییرات روش داشته باشید. حالا اگه روی کامنتینگ من کلیک بکنم نوار سمت چپ که مخصوص ادیت هست پاک میشه و از اون طرف قسمت کامنت ها که اینجا هست برای ما فعال میشه همینطور که میبینید. و وقتی که قسمت ویوینگ رو بزنیم قسمت کامنت هم هست میشه، ما فقط میتونیم طراحیمون رو مشاهده بکنیم. من دوباره روی ادیتینگ میزنم. یه قابلیت جالبی که کنوا داره اینه که ما میتونیم اندازه رو بعد از طراحی تغییر بدیم. مثلا فرض کنید که این طراحی که ما انجام دادیم و در قالب پست اینستاگرام بود رو بخوایم برای استوری هم استفاده بکنیم. خب سایز هاشون با هم فرق داره، ولی وقتی ما ریسایز رو بزنیم و انتخاب کنیم که میخوایم تبدیلش کنه به قالب اینستاگرام استوری، این کار رو بدون دردسر برای ما انجام میده که متاسفانه نیاز به حساب پرو داره. این قسمت هم قسمت فایل هست که از اینجا هم شما دوباره روی مداد که کلیک کنید میتونید اسم رو تعریف بکنید و یا تغییرات در اسمی که برای طراحیتون انتخاب کردید اعمال بکنید. اینجا هم قالب که شما انتخاب کردید برای طراحیتون که اینستاگرام پست هست رو نشون میده. اینجا هم اسم کاربری خودتون هست و این هم اندازه‌ای که انتخاب کردید که 1080 در 1080 پیکسل هست. وقتی که شما بخواید یه طراحی جدید ایجاد بکنید میتونید روی کریت نیو دیزاین بزنید و یه صفحه جدید برای شما ایجاد میشه. از اینجا هم وقتی روی ایمپورت فایلز بزنید فایل ها، حالا عکس یا ویدیوها و یا حتی متنی که خارج از کنوا باشه شما میتونید از این طریق وارد کنوا و وارد طراحی هاتون بکنید که جلوتر بهتون میگم که چطوری شما میتونید فایلی رو وارد بکنید. پس لطفا ویدیو رو حتما تا آخر نگاه بکنید. این قسمت هم قسمت ستینگ هست. وقتی شما روی شو رولز اند گایدز کلیک میکنید یک خطکشی در بالا و سمت چپ به طراحیمون اضافه میشه. این در واقع همون خطکش هست. یه قابلیت جالب و بسیار کمک کننده‌ای که کنوا داره این قسمت اد گایدز. بعضی وقتا داخل طراحی هامون ما نیاز داریم که یه سری خطوط موازی و کاملا مستقیم رسم کنیم. حالا اون خطوط میتونه
عمودی باشه یا افقی یا هر دوشون با هم باشه. وقتی که بخوایم این کار رو به صورت دقیق انجام بدیم حتما از ادگایدز کمک بگیرید. به صورت پیش‌فرض که 12 ستونه، 3 ستونه و به صورت گرید یعنی خونه های 3x3 که کلا 9 تا خونه میشه برای ما تعریف کرده. روی کاستوم که بزنیم اینجا ما میتونیم هر تعداد که دوست داشته باشیم سطر و ستون به طراحیمون اضافه کنیم. اینجا کالم تعداد ستون ها رو به ما نشون میده. الان بچه ها نگاه کنید 1 2 3 4 5 6 تا به صورت پیش‌فرض خودش 6 تا ستون انتخاب کرده. خب ما میخوایم 5 تا ستون باشه. 5 کلیک میکنیم. اینجا گپه. اینجا رو اگه نگاه کنید بین دو تا خطی که کنار هم هست یه گپ کوچیکی وجود داره که به صورت پیش‌فرض 18 پیکسل هست. من نمیخوام گپی وجود داشته باشه، به خاطر همین 0 قرار میدم. مارجین هم میاد از سمت چپ و راستمون به اندازه‌ای که ما بخوایم به عنوان حاشیه در نظر میگیره. مثلا من 5 پیکسل در نظر میگیرم. خب همینطور که میبینید بچه ها 5 تا ستون به ما داده و دیگه گپی هم وجود نداره. بذارید من ادگایدز رو بزنم. این هم همون مارجین هست که به اندازه 5 پیکسل من تعریف کرده بودم. خب دوباره ادگایدز رو میزنم. این دفعه میخوام ردیف تعریف بکنم. مثلا به طور مثال میخوام 3 تا ردیف داشته باشه، هیچ گپی وجود نداشته باشه و مارجینم هم همون این دفعه 10 در نظر میگیرم که به عنوان حاشیه از بالا و پایین باشه. ادگایدز رو که بزنم الان 3 تا ستون مساوی داریم و اینجا هم مارجینیه که ما در نظر گرفتیم به اندازه 10 پیکسل. در واقع حاشیه‌ای که به اندازه 10 پیکسل ما در نظر گرفتیم. خب کلیر گایدز رو من میزنم که همه خطوط راهنمامون پاک بشه. رولز بالا رو هم تیکشو بر میدارم. این قسمت شو مارجین هم یک حاشیه‌ای رو برای ما تعریف میکنه که اندازش به صورت پیش‌فرض خود کنوا تعریف کرده. من باز دیگه این رو برمیدارم. بچه ها وقتی شما یه طراحی انجام میدین که بعدش میخواین حتما چاپ کنید اون طراحیتون رو، لطفا روی شو پرینت بلید حتما کلیک بکنید. در واقع این قسمت یه حاشیه امن رو برای شما ایجاد میکنه و درصد خطایی که ممکنه توی چاپ و برش وجود داشته باشه به شما نشون داده میشه که شما میتونید این رو به عنوان درصد خطا در نظر بگیرید و طراحی هاتون رو از قسمت داخلی شروع بکنید. خب همونطور که میبینید اینجا عکس پروفایل من وجود داره که با کلیک روی اون من میتونم کامنتی که گذاشتم رو روی این طراحی در واقع اعمال کردم رو ببینم. حالا وقتی رو قسمت فایل بریم ستینگ بزنیم هاید کامنتس رو بزنم این عکس برداشته میشه. دوباره قسمت کامنت فعال شد. این هم کیفیتی که ما میخوایم این ویدیو داشته باشه، روی اوتو باشه، های باشه، مدیوم باشه و لو باشه. از اینجا هم میشه کیفیت رو تعریف کرد. اینجا هم باز به ما نشون میده که تمام تغییراتی که ما اعمال کردیم سیو شده. وقتی که ما طراحیمون رو بخوایم وارد یک فولدر بکنیم روی موو تو فولدر کلیک میکنیم. اینجا میتونیم فولدرهایی که اخیراً ازشون استفاده کردیم رو ببینیم که با انتخاب اون و کلیک روی گزینه موو طراحیمون انتقال داده میشه به اون فولدر. حالا اگه بخوایم یک فولدر جدید
ایجاد بکنیم روی کریت نیو میزنیم، اسمشو میدیم و یک فولدر جدید تعریف میکنیم و منتقلش میکنیم داخل اون پوشه. میک ا کپی هم دقیقا از طراحیمون یک کپی دیگه به ما میده. قسمت دانلود هم همون قسمتی هست که تو قسمت شیر هم توضیح داده. این قسمت ورژن هیستوری هم که نیاز به حساب پرو داره و شما میتونین تغییرات و گام هایی که شما طی کردید برای طراحیتون رو بهتون نشون میده. اگر هم به هر دلیلی از طراحیتون راضی نبودید و میخواستید اون رو دور بندازید، موو تو ترش میزنید و وارد سطل زباله میشه. Find and replace text. این قسمت خیلی کمک کننده هست وقتی که شما یک داکیومنت دارید و یک متنی دارید و میخواید به عنوان مثال یک کلمه ای رو برای شما پیدا بکنه، اینجا اون کلمه رو وارد میکنید و این قسمت وقتی بخواید اون کلمه‌ای که پیدا کرد حالا با یک کلمه جدیدی جایگزین بشه، اون کلمه جایگزین رو هم اینجا می نویسید و تایپ می کنید و روی ریپلیس آل که بزنید همه اون کلمه ها جا به جا میشن، ولی وقتی روی ریپلیس بزنید در واقع یک به یک پیش میره و ازتون میپرسه. این قسمت هم برای این هست که اگه شما اپ کنوا رو داشته باشید، روی این گزینه که کلیک کنید وارد اپ مربوط به دسکتاپ میشید. این قسمت هم قسمت اوپن منو هست که وقتی بزنید این صفحه باز میشه که من دوباره میبندمش. الان میریم برای توضیح ستون سمت چپ که طراحی هامون رو در واقع ما با این قسمت انجام میدیم. روی دیزاین کلیک میکنیم. اینجا شما میتونید تمپلیت های آماده رو ببینید که واقعا تعدادشون خیلی زیاده، میلیون ها میلیون تمپلیت آماده هست و هر روز هم در حال بروز رسانی و اضافه شدن هست. میتونید این تمپلیت ها رو ادیت بکنید و یا اینکه ازشون ایده بگیرید. این قسمت بالا شما میتونید سرچ رو انجام بدید، اینکه طراحی که میخواید انجام بدید در مورد چه موضوع هست. سرچ رو انجام میدید، مثلا در مورد هوش مصنوعی هست، علمی هست، هر چیزی میتونه باشه سرچ میکنید و تمپلیت های آماده رو میتونید از این قسمت مشاهده بکنید. وقتی روی سه خط کلیک بکنید میتونید رنگ انتخاب بکنید که از چه رنگی توی طراحی ها استفاده شده باشه. مثلا آبی رو میزنیم، در این صورت طراحی هایی رو به ما نشون میده که رنگ غالبشون رنگ آبی هست و وقتی که بخوایم این در واقع فیلتر رو از بین ببریم روی کلیر آل کلیک میکنیم. پس اینجا میشه دیزاین های آماده رو دید. قسمت بعد که خیلی جالب هست قسمت المنت هست. قسمت بالا قسمت جستجو هست که شما وقتی دنبال هر المانی که بگردید میتونید اینجا سرچش رو انجام بدید. این قسمت recently used هم المان هایی رو نشون ما میده که من اخیراً از اونها توی طراحیم استفاده کردم. قسمت shapes روی سیال کلیک میکنیم. قسمت اولش مربوط به لاین ها هست که خط ها رو خط به ما میده، نقطه چین به ما میده، خط چین به ما میده، پیکان به ما میده و حالت های مختلف رو شما میتونید اینجا ببینید و ازشون در طراحی هاتون استفاده بکنید. این قسمت پایین هم شکل ها رو شما خواهید داشت که تنوعش هم خوب هست و هر کدوم که روش کلیک بکنید وارد صفحه مربوط به طراحیتون میشه که من بعداً یک ویدیویی در این باره حتما خواهم ساخت. رو قسمت گرافیکس هم وقتی روش کلیک بکنید اول دوباره recently used یعنی المان هایی که شما جدیداً استفاده کردید در طراحیتون رو بهتون نشون میده.
قسمت ماجیک ریکامندیشن هم میاد با توجه به جستجویی که شما قبلا انجام دادی تو طراحیتون، یک سری پیشنهاداتی رو به شما میده که در واقع فکر میکنه که میتونه برای طراحی شما کمک کننده و مورد استفاده قرار بشه. این قسمت هم قسمت فیدرز هست که باز انگار کتابخونه ای از عناصر و المان ها هست و شما با درگ کردن میتونید به تعداد زیادی عکس ها و انیمیشن ها دسترسی داشته باشید. این قسمت هم قسمت گرادینت هست که میتونید برای طراحیاتون استفاده بکنید و همینطور که میبینید به صورت طراحی ها به صورت گرادینت هست و برای پس زمینه میتونه خیلی کمک کننده باشه. این قسمت هم قسمت استیکرها هستن که باز دسته‌بندی مخصوص به خودشو داره. قسمت مربوط به غذا، استیکرهایی که مربوط به غذا هستن، استیکرهایی که مربوط به نوشتار هستن و استیکرهایی که مربوط به پیکان هستن و شما از اینجا میتونید با اسکرول کردن چیزهایی که مد نظرتون هست و استیکرهایی که مد نظرتون هست رو پیدا کنید. این قسمت هم قسمت کالکشن هست که المان ها رو به صورت یک دسته‌بندی به ما ارائه میده. این قسمت هم قسمت فوتو هست، یعنی عکس هایی که گرفته شده و در کنوا به اشتراک گذاشته شده. همینطور که میبینید تعداد زیادی عکس وجود داره که خیلی میتونه تو طراحی ها به ما کمک کنه. و ما هر موضوعی رو که دنبالش هستیم تو این قسمت میتونیم سرچ بکنیم. با سرچ کردنش عکس های مربوط به سرچمون رو میتونیم داخل طراحیمون استفاده بکنیم. این قسمت هم قسمت ویدیو هست که میتونیم ویدیوهایی که داخل کنوا هست رو استفاده بکنیم داخل طراحی های خودمون. از اینجا هم میتونیم آدیوها رو گوش بدیم و در واقع هر کدوم از این موزیک هایی که به درد طراحی ما میخورد و ازش استفاده بکنیم. این قسمت هم قسمت چارت هست که برای کشیدن نمودارها خیلی میتونه کمک کننده باشه، به ویژه برای دانش آموزا، دانشجوها، کسانی که برای بازاریابی کار میکنن. این نمودارها میتونه کمکشون بکنه. اینجا هم شما میتونید جدول‌های آماده‌ای رو ببینید و ازشون در طراحی‌هاتون استفاده بکنید. این قسمت هم فریم‌های آماده هست که باز دسته‌بندی‌های مختلفی رو شما ازشون میبینید و با کلیک رو هر کدوم وارد طراحیتون میشه که به عنوان فریم هست و شما میتونید از یه عکسی داخل این فریم استفاده بکنید. خب این هم قسمت گرید هست که قاب‌های چند قسمتی هست. همینطور که میبینید میتونید چندین عکس رو کنار هم قرار بدید. این هم مربوط به موکاپ هست. مثلا روی تیشرت، طراحیتون رو روی تیشرت اعمال کنید، روی کیف اعمال کنید، روی کوسن اعمال کنید. خیلی کار رو باهاش راحت تر کرده. این قسمت هم گرافیک های سه‌بعدی هست. اینجا هم باز کالکشن هست که در واقع چند عکس رو به صورت دسته‌بندی شده به ما نشون میده. خب این هم از قسمت المنت بود که من حتما یک ویدیو در مورد چگونگی استفاده از این المان ها و تغییرات اونها برای شما خواهم ساخت. قسمت بعدی تکست هست. از اینجا ما میتونیم تکست رو وارد طراحیمون بکنیم. این قسمت مربوط به عنوان
اصلیمون هست، این قسمت مربوط به عنوان فرعیمون هست و این هم متن اصلی طراحی هامون هست که هر کدوم از اینها رو میتونیم انتخاب بکنیم. اینجا هم برند کیت هست که شما میتونید یه سری فونت تعریف بکنید برای هر کدوم از این قسمت های عناوین و یا متن اصلی و اون رو سیو داشته باشید و همیشه به صورت پیش‌فرض با کلیک مثلا روی عنوان اصلی از همون فونتی که تعریف کردید استفاده میکنید. وقتی روی مثلا متن اصلی که بزنید روی اون فونت دیگه میره که شما تعریف کردید که استفاده بشه برای متن اصلی، که این قسمت مربوط به حساب پرو هست. این هم ماجیک رایت هست که در واقع مانند هوش مصنوعی میمونه که یک عنوانی رو، یه درخواستی رو ازش میدی و یک نوشته‌ای رو به تو تحویل میده، حالا در مورد هر موضوع. این قسمت فون کامبینیشن هم مربوط به تایپوگرافی هست که شما حالا میتونید ازشون ایده بگیرید و یا اینکه به ویژه اگه نوشته انگلیسی داشته باشید میتونید روشون ادیت انجام بدید و استفاده بکنید که میتونه خیلی هم کمک کننده بشه. قسمت برند که همه اونها نیاز به حساب پرو داره که همونطور که گفتم میتونید لوگوتون رو اضافه کنید، کیت رنگی داشته باشید، فونت ها رو تعریف بکنید، عکس ها، گرافیک ها، آیکون ها که نیاز به حساب پرو داره. خب فرض کنید برای طراحیمون، مثلا همین طراحی که ما اینجا انجام دادیم، قرار بود یه عکس 2 نفره‌ای از خودم بیام بذارم. برای اینکه عکسی از داخل گوشیم وارد کنوا بکنم روی قسمت آپلود کلیک میکنم، از این قسمت روی ایمیج آپلود فایل رو که بزنم انتخاب فایلم ثبت میکنم تا کامل عکس آپلود بشه داخل کنوا و با کلیک روی اون عکس وارد طراحی میشه. حالا اگه بخوام ویدیو وارد بکنم روی قسمت ویدیو میرم، دوباره آپلود فایل رو میزنم و ویدیو اضافه میشه به کنوا و میتونم داخل طراحی ازش استفاده بکنم. آدیو هم به همین صورت، هر موزیک یا فایل صوتی رو من از اینجا میتونم وارد کنوا بکنم. قابلیت دیگه کنوا که خیلی وقت نیست اضافه شده و امیدوارم که گسترش داده بشه و تنوع قلم‌هاش بیشتر و بیشتر از این بشه، استفاده از درا هست که شما با کلیک روی هر کدوم از اینها میتونید در واقع روی طراحیتون بنویسید، که من امیدوارم که همونطور که گفتم تعداد قلم‌ها رو افزایش بده، چون برای وقتی طراحی رو با قلم انجام میدیم خیلی میتونه بهمون کمک بکنه. خب این قسمت هم که دوباره مربوط به پروژه هایی هست که ما تعریف کردیم که طراحی های قبلیمون نشون میده، حالا چه به صورت فولدر شده، چه عکس هایی که آپلود کردیم، ویدیوهایی آپلود کردیم، کلا پروژه هایی که انجام دادیم در کنوا رو بهمون نشون میده. روی اپ هم که کلیک بکنیم میاد به ما اپلیکیشن هایی رو نشون میده که ما میتونیم به صورت مستقیم به کنوا متصلش بکنیم و حالا اطلاعات رو چه از کنوا وارد اون اپلیکیشن بکنیم و یا چه از اپلیکیشن وارد کنوا بکنیم و ادامه طراحیمون رو به پیش ببریم. آموزش نوار بالایی و نوار سمت چپ هم تموم شد. تو ویدیوی بعدی میخوام 0 تا 100 یه طراحی رو با هم انجام بدیم و به پیش ببریم. با سابسکرایب کردن کانال من میتونین ادامه ویدیوها و آموزش ها رو ببینین. لطفاً حتما زنگوله روشن بکنین. سوالی هم داشتید داخل کامنت ها ازم بپرسین، حتما بهشون جواب خواهم داد. مرسی که ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. زندگیتون رو با عشق رنگ‌آمیزی کنین.